سرخط خبرها: جنگ ایران با اسرائیل، آخرین خبرها از درگیری دو کشور، معاش تا $4000 آمریکایی، پیشنهاد کار به 600 شهروند تاجیکستان در کره جنوبی. در فرخار پدر دختری معیوبش را به قتل رسانیده است. درود بیننده عزیز، نشر نوی برنامه نوید 7 روز از یارتیجه منظور شماست. در این نشر شما را با مهمترین خبرهای هفته اخیر آشنا می‌سازیم. با شما هستم میدیوکی سعید از دوشنبه. درگیری میان ایران و اسرائیل در روز هشتم نیز با پرتاب موشک از هر دو طرف ادامه یافت. نزاع میان دو کشور با حمله ناگهانی اسرائیل به خاک ایران با امداد 13 ایون آغاز شده بود. صبح امروز رسانه‌های ایران از موج نوی حمله موشکی به اسرائیل خبر دادند. نوارها از برخورد موشک و آتش‌سوزی در چند منطقه این کشور از جمله شهر برشبه نشر شدند. خسارات این حمله‌ها معلوم نیست. صبح امروز اسرائیل نیز به شهر رشت ایران حمله کرده است. رسانه‌ها از چند ترکیش در این شهر خبر دادند. پس از حمله رئیس ولایت گیلان گفته است اسرائیل به یک منطقه شهرک صنعتی رشت حمله کرده است. خسارات این حمله نیز حالا معلوم نیست. اسرائیل با بهانه از بین بردن تأسیسات هسته‌ای ایران حمله‌ها را به خاک ایران آغاز کرده بود. در پی آن چند نفر فرماندهان و عالمان هسته‌ای کشته شدند. آمار دقیق شماره هلاک شدگان و زخمیان هر دو طرف موجود نیست، ولی قبلا مقامات ایران گفته بودند که 90% کشته شدگان در این کشور غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان هستند. 600 شهروند تاجیکستان می توانند برای کار به کره جنوبی روند. وابسته به ساعت‌های کاری و خصوصیت کار اجرا شونده ماهانه از 1500 تا $4000 آمریکایی معاش پیشنهاد کرده می شود. در این باره اگنتی با کار تامین کنی در خارج خبر داده است. طبق اطلاع منبع جایهای کاری در ساحه‌های ساختمان، استحصالات، کشاورزی، صنعت خوراکواری و دیگر ساحه‌ها هستند. داوطلبان باید از 18 تا 39 ساله از جهت جسمانی و روانی سالم باشند. استقامت دائمی در تاجیکستان، نداشتن داغ سودی، داشتن تجربه دپورتاسیون از کره جنوبی، داشتن شهادتنامه تخصصی، قابلیت سپردن امتحان زبان کره‌ای، طلبات‌های دیگر کارفرمایان میباشند. کار در کره جنوبی طبق برنامه نظامی رسمی جلب کارگران خارجی عملی کرده می شود. نرخ مزد مهنت برای کفشگران از 3 تا $4000 آمریکایی، برای دیگر کسب‌ها از 1500 تا $2000 آمریکایی گفته می شود. خراجات برای سفر به کره به ذمه خود کارگر است، اما بعد از رسیدن به کره تمام خراجات از جمله منزل و خوراک را کارفرمای کره‌ای می‌پردازد. داوطلبان باید خود را در اگنتی مهنت، مهاجرت و شغل اهالی در نزد وزارت مهنت جمهوری تاجیکستان ثبت نام کنند. خواهشمندان باید قبل از به قیدگیری امتحان اختصاصی و زبانی سپارند. برای مشورت و به قیدگیری به این سراغ‌هایی که در بالای اکران نمایان است مراجعه نمایید. در ناحیه فرخار یک مرد در حالت مستی دختری معیوب خود را به هلاکت رسانیده است. حادثه شب 10 ایون رخ داده است. خبر داد ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان. به اطلاع منبع سیفعلی نظروی 61 ساله بعد استعمال مشروبات اسپریتی در حالت سرخوشی به خانه برگشته دختر شهنازه نظروی 26 ساله را با دستچوب مورد لطوکوب شدید قرار داده است. شهنازه که به بیماری روحی گرفتار و معیوب گروه یکم بوده است بر اثر ضربه‌های سخت در جای حادثه جان باخته است. به اطلاع مقامات سیفعلی نظرو قبلا نیز به نوشاکی‌های اسپریتی میل داشته محیط عائلوی را پیوسته ناسالم می‌ساخته است. شهنازه از کودکی بی‌مادر مانده پدرش او را به وای رسانیده است. نسبت سیفعلی نظرو با ماده 104 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آدمکشی با بی‌رحمی مخصوص پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. طبق این ماده دستگیر شده را جزای محرومیت از آزادی به مهلت از 15 تا 25 سال یا یک عمر تهدید می‌کند. ساکن 33 ساله شهر دوشنبه سمندری رحیمزاد با گمان کشتن همسرش دستگیر شده است. ریاست وزارت کارهای داخلی در پایتخت می‌نویسد نام برده در صادر نمودن جنایت مخصوصاً وزنین گمان بر است. به اطلاع منبع او با همسرش مناسبت‌های ناسالم داشته منتظم مناقشه می‌کرده است. 13 یولی سال جاری نیز بین آنها نافهمی به میان آمده از روی خصومت و بدبینی سمندری رحیمزاد همسرش را مورد لطوکوب شدید قرار داده به او جراحت وزنین جسمانی رسانیده است. در نتیجه جبر دیده در بیمارخانه به هلاکت رسید. می‌نویسد میلیسه پایتخت. نظر شخصی دستگیر شده درباره این اتهام دسترس نیست. گفته می‌شود نسبت سمندری رحیمزاد با ماده 110 قسم 3 کدکس جنایتی قصداً رسانیدن ضرر وزین به سلامتی پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. طبق این بند قانون او را جزای محروم ساختن از آزادی به مهلت از 12 تا 15 سال تهدید می‌کند. مهاجرت به کشورهای پیشرفته بخصوص اروپا و کره جنوبی از کارگر زباندانی و ملکه کاری طلب می‌کند.
агар мехоҳед малакаҳои касбиятонро рушд дода вобаста ба ёфтани ҷойи кор ва ё пеш аз сафар ба хориҷа машварат гиред. Марказҳои касбомӯзӣ ва хизматрасонӣ дар якчанд минтақаи Тоҷикистон курсҳои касбомӯзӣ ба талаботи бозори меҳнат ҷавобгӯро пешниҳод мекунад. Курсҳо аз 2 ҳафта то 3 моҳ давом мекунанд ва комилан ройгон мебошанд. Марказҳои касбомӯзӣ 21 курсро пешниҳод мекунад ва ҳамаи шаҳрвандони аз 16 сола боло метавонанд дар онҳо иштирок кунанд. Хатмкунандагон соҳиби сертификатҳои байналмилалӣ мешаванд ва ба онҳо дар бозори дохилӣ ва хориҷӣ аз ҷумла Британияи Кабир, Олмон, Кореяи Ҷанубӣ ва Аморати Муттаҳидаи Араб ҷойи кор пешниҳод карда мешавад. Ҳамаи хизматрасониҳо дар марказҳо дар доираи лоиҳаи беҳтарсозии малакаҳои касбомӯзӣ ва имкониятҳои бо кортаъминшавӣ Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ ва Бонки Осиёи рушд пешниҳод мегарданд. Рақамҳо барои тамос дар зери экранҳои шумо. бинандаи азиз, ин барномаи навиди 7 рӯз буд. Бо мо бошед ва дар шабакаҳои иҷтимоии моро пайгирӣ намоед. хайр.